روز جمله ای را شنیدم، جمله ای که می گفت عشق فخر نمی فروشد. عشق هم کلمه است جالب دوستان، آری عشق هم کلمه است جالب. کلمه ای که در همه ملیت ها بوی گل رز قرمز را می دهد با نشانی از قلب. حس تنهایی که به سراغمان می آید به یاد عشق می افتیم و به دنبال عشق می گردیم. انگار چیزی در وجودمان گم شده است و در خارج از خود در انسانهای دیگر می گردیم. دیروز یکی از نزدیکانم به من می گفت تو همیشه چشمهایت را به روی دروغهای انسانها بسته ای و نخواستی باور کنی که انسانها به تو دروغ می گفتند. و هر بار که ما می دیدیم و به تو می گفتیم، تو می گفتی قضاوت نکنید. شاید چیزی را که شما دیده اید به این شکل نبوده است. به او گفتم در زندگی تکلیفت را باید با خودت مشخص کنی. آیا می‌خواهی در درونت اضطراب باشد یا آرامش؟ به او گفتم من چشمم را بر روی هیچ چیز نمی‌بستم، من همه چیز را می‌دیدم. و فقط از هر فرد یک بار سوال می‌پرسم. اگر آن فرد بگوید نه این چنین نیست که دیگران دیدند، دیگر سکوت می‌کنم. اما سکوتم به دلیل رضایت نیست. سکوتم برای این است که تکلیفم را می‌دانم. می‌خواهم در درونم آرامش باشد. خودم را بیشتر به سکوت میبرم و بقیه‌اش را به دست قانون کائنات میسپارم. آری دوستان، قانون کائنات قانون عشق است. عشقی که در همان گل رز قرمز جاری است. عشقی که کائنات در آرامش تو می‌بیند و ناگهان می‌بینی در جایی قرار می‌گیری که هرچه انسان‌های قبلی تلاش می‌کنند تا باز هم در کنارت قرار بگیرند نمی‌توانند. و تو با سکوتت عشق را مهمان وجود خودت می‌کنی. و یادت می‌آید روزی را که از آن فرد فقط یک بار سوال پرسیدی و جواب آن فرد را با سکوتت سپردی به قانون کائنات. و چه جالب است دوستان، عشق فخر نمی فروشد. عشق فقط در سکوت وجودت را چنان پر می کند که حتی در تنهاییت حس پر بودن را می کنی. عشق همانند چشمه‌ای جوشان در وجودمان هست. فقط باید کنارش بنشینی و از آن آب خنک و گوارایش بنوشی. بیقراریم که زیاد می شود دوستان، دیگر از آن چشمه نمی نوشم. کنارش می نشینم و پاهایم را درونش می گذارم تا وجودم را خنک و آرام کند. امروز صبح که از خواب بیدار شدم بیقراریم زیاد شده بود. جلوی درب خانه‌ام که زمینش چمن است نشستم. چشمانم را بستم و پاهایم را با سکوت درون این چشمه درون گذاشتم. امتحانش کن. چشمه عشق را در وجودت بیاب. به دنبالش در درون دیگران نباش.
هورا! هورا به عشق که خاک وجودیمان را در چشمش تبدیل به گل کرد برای شکل گرفتن. هورا! هورا به وجودمان که منبعی است برای هر آنچه که امروز تقاضایش را داریم. سلام، سلام، صبح همگی بخیر در مقام عشق. امروز روز 28 از خوانش کتاب حکایت‌ها و تمثیل‌های عرفانی اثر اوشو هست. در روزگار قدیم زنی بود که درباره میوه دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد. او از درویشی که او را صبور می‌خواندند جویای آن میوه شد. او گفت چگونه می‌توانم این میوه را بیابم تا بتوانم دانشی بلافصل پیدا کنم. درویش گفت بهترین کار این است که نزد من آموزش ببینی. ولی اگر چنین نکنی باید با پشتکار تمام و گاه بدون وقفه به سراسر جهان سفر کنی. زن او را ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام عارف دانشمند رفت. باز هم همان پاسخ را شنید. او را نیز ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام حکیم رفت. باز هم پاسخ همان بود. او را نیز ترک کرد و نزد درویش مجذوب دیوانه رفت و سپس نزد عالم رفت و باز هم دراویش بسیار دیگری را نیز جستجو کرد. او 30 سال در جستجو بود. عاقبت به باغی رسید که درخت دانایی در آنجا بود و از شاخه آن درخت میوه نورانی آویزان بود. نزدیک درخت صبور ایستاده بود، همان نخستین درویش. زن از او پرسید چرا در همان ملاقات نخستین به من نگفتی که نگهبان میوه دانایی خود تو هستی؟ صبور پاسخ داد زیرا تو آن وقت مرا باور نمی کردی. به غیر از آن این درخت فقط هر 30 سال و 30 روز یک بار میوه می‌دهد. آری، این درخت فقط هر 30 سال و 30 روز یک بار میوه می‌دهد.